السلام علیکم دوستای عزیز، انشالله که شما متان جور و آرام بخیر باشین. بازم دوست شما لطیف مهربان هستم. دوستای عزیز، امروز با یک وبسایت نو با خدمت شما حاضر شدیم. خب قبل از همه دوستای عزیز، شما لطف نموده صفحه فیسبوک مرا لایک کنین تا از هر ویدیوی من که من اپلود میکنم شما با خبر باشین، و همچنین شما لطف نموده چنل ما سابسکرایب کنین تا هر ویدیو که ما اپلود میکنم به شما نوتیفیکیشن بیاد، درست که چینل ویدیوی نو اپلود شده. خب دوستای عزیز، قبل از همه قبل از اینکه ما برم به شما وبسایت نو معرفی کنم، وبسایت جدید ما مثل وبسایت قبلی ما وارد za.gl که بود، درست قسمی که شما میتونستین با 10,000 ویو تا به $100 را دریافت کنین. خب این وبسایت هم قسم است. با این وبسایت در ابتدای خود میگه که شما میتونین با 10,000 ویو تا به $1,500 پول دریافت کنین. یک چیز دوستایی که با دوستا ما پیام رای میکنه در فیسبوکم که ما تقریبا 1,000 ویو کلیک دریافت کردیم، اما آید ما $1.5 است. اینجا دوستایی متوجه باشین خب که در چه کدام صورت به شما امی وبسایت در بدل 10,000 ویو $100 میده. او در اون صورت برطور میده که وقت شما 10,000 کلیکتان از آمریکا باشه یا از کشورهای اروپایی باشه، درست است. او به شما تو نمیکنه. فرض کنید که شما کلیک از افغانستان بگیرین، درست است، و به شما $100 بده، درست، در هر 1,000 10,000 ویو، درست. یعنی اگر کلک شما از امریکا باشه یا از کشورهای اروپایی باشه باید شما میته، هیچ مشکل نداره. فرض کنید اینجا یک وبسایت که شیر کردی وبسایت نیست که وبسایت اسکم باشه یا فیک باشه که مشکل. یه وبسایت هست که دی ما شما افغانا خیر کار نمیکنیم، ما دی خارجی ها کار میکنه، دی بسیاری مردم از خود امریکا کار میکنه، از اروپا کار میکنه، دی هندی ها کار میکنه، دی بنگلادیش ها کار میکنه، دی پاکستانی ها کار میکنه، از وبسایت پول دریافت میکنن. شما میتونید در مورد وبسایت باز یوتیوب سرچ کنید، درست، کلیکس فلای شما میتونید چک کنید مورد ازی ببینید خودتان یکم معلوماتتان اضافه شد، درست است. خب به خاطر اینکه بیایم اول اینجا اکانت جور کنیم، بالای رجیستر کلیک میکنیم. این تقریبا وبسایت قبلی وارسته za.gl وارسته، اما قسم از کل کاراش اما قسم است دیگه. فقط اکانتش جور کنین و لینک داشت شیر کنین که پول دریافت کنین. خب دوستا با معذرت که کم اینترنت میفهمین که مشکل داره. با معذرت دوستای عزیز که هدفم باید ویدیو رو استاپ کنم. دوستای عزیز، قسمی که شما میبینین صفحه آمد، اینجا یوزر نیم میتی کابل دادم، اینجا ایمیل آدرس دارم میتین، درست که من لطیف مهربان gmail.com دادم. اینجا شما پاسورد میتونین بتین، اینجا آیگیری رو کلیک میکنین، رجیستر میگن، درست. یه که دوستای عزیز ببینین که کلیک گفت مال دیگه اکانت ما مستقیما انجام میشه، دیگه چه نداره که شما باید وریفای کنین یا چی کنین، درست. و تو هیچ ضرورت نداره، فقط رجیستر میگن، اکانت رجیستر میشه، درست. بول ما شما میتونین قسمه که ما در ویدیو قبلی به شما نشان دادیم. خب اینجا من چی رو سرچ میکنم، کدام سایت رو سرچ کنم، فرض کو بی بی سی داری، درست، اینو سرچ کردم. خب دوست عزیز خیر یک مشکل دادی جایی. خب دوستا خیر، این مشکل اینترنت است، ما باید مشکل اینترنت رو حل کنم. خب دوست عزیز قسم میبینین اکانت ما درست شد، درست. همونطور رجیستر که پایین ما گفتم قبلا وارد
اما قسم شد دیگه مشکل نداره دوست، یعنی این شد. حالا چی میکنم؟ من اینجا وبسایت رو کنم ببخشین جیمیل آدرس همیت درست است. میتونین یوزرنیم بتین، میتونین آدرس جیمیل تان بتین، هیچ مشکل نداره. یک شما براتون آسان تر است. ساین ان میگین. خب دوست عزیز شد. این شد اکانت کلیکس فلای ما. فقط قسم قبلا که من بهش منتظر بسیار نشدم چه قسم میکنین اینجا فرض کنین یک خبر درست، یک خبر است. اینجا بازم چی میکنه میره اینجا من کپی پیست شارتن میگن درست. شارتن است این نیست درست. فقط البته یک چیز باید واضح کنم که از این وبسایت نمیتونین شما لینک شده فیسبوکتون شیر کنین. البته اگر شما گروپ فایبر و تلگرام یا واتساپ دارین دو باز میتونین که شما لینک از شیر کنین درست است. یا از طریق چی میتونین اینستاگرام میتونین شیر کنین، در تویتر هم میتونین شیر کنین درست. اگر خودی گروپ ها دارین مخصوص که فیسبوک نمیشه درست، نه در گروپ میشه نه در پیج میشه نه در پروفایل تون میشه. و این دوستای عزیز پیمنت هدیم که از طریق پیپال است و پی تی ام است که پی تی ام در هند است درست است. چند قسم دیگه است یعنی میبینید شما پایزا، سکریل، بیت کوین، پایر، بانک ترانسفر درست، تیز، یو پی آی چیز است. خود شما میتونین فقط من کنتری تون رو سلکت میکنین افغانستان. البته که در افغانستان پیسه رو ما ریسیو کرده نمیتونیم دیگه. شما دوستان دیگه دوستان اگه در خارج است میتونین از طریق پی تی ام با ترانسفر کنین، از طریق ببخشین از طریق پیپال میتونین، از طریق پی تی ام در هند میشه، در استرالیا میشه، در چند کشور دیگه میشه درست است. پایر هم میشه، پایزا هم میشه، سکرل هم میشه. خب در خارج اگر شما دوستایتون هست میتونید با بانک هم ترانسفر کنین. بانک ترانسفر هم مشکل نداره، پولی درست است. اینجا من فقط نام آدرس میتین، لاست نیم، سکند آدرس، سیتی، استیت، زip کد. زip کد یک قسم کد است که یعنی هر شهر از خود داره درست است. اینجا شمارهش هم میتین، اینجا کنتری انتخاب میکنین. فرض کنید دوست ما از استرالیا درست، استرالیا اینجا زip کدش هم میتین. فرض کنید اگر 30000 است یا قرار درست شهر، اینجا شمارهش میتین که ستاره اول کدام کشور میده درست است. هر کدش که از فرض کنید 66 درست است، هر کد میتین. خلاص بعد اینجا پایین که آمدین اینجا چی میکنین؟ اینجا پیمنت چوز میکنین. فرض کنید میگم پیپال درست است. اینجا اکانت پیپال تو میتونید فرض کنید اکانت پیپال اگر latif.gmail latif@gmail.com است درست اتوماتیک. اینجا چی میکنین؟ سابمیت میکنین. سابمیت کردن دیگه مشکل نداره درست است. خب دوستای عزیز ان شاء الله که شما بازم چیز رو یاد گرفته باشین از طریق از وبسایت و همچنان شما دوستای عزیز ویدیوی ما از طریق چینل ما با دوستایتون شریک کنین تا بسیاری مردم بتوانند از این ویدیوهایی که ما اپلود میکنیم با شما چیزی بگیرن و کار مثبت شود زندگی از درست است. خب در آخر دوستای عزیز شما لطفا نموده صفحه فیسبوک ما لایک کنین و یوتیوب چینل یوتیوب ما سابسکرایب کنین تا ما شما ویدیوهای جدید و از وبسایت های نو به شما معرفی کنم. خب دوستایی بود ویدیوی نو ما انشالله که شما ایره تماشا کنین و چیزی ازش یاد بگیرین تا ویدیو بعدی را شما نمیتونه به خدا مسپارم. وقت خوش، خداحافظ.